اصلاحات در ساحه کشاورزی امکان فراهم آورد که دهقانان در نتیجه مهنت صافدلانه و باثمر از قطعه‌های در اختیار داشتهشان حاصل فراوان محصولات گوناگون کشاورزی به دست آورده سطح روزگار خویش را بلند بردارند. در جماعت‌های شهرک و دهات شهر لیوکند ساکنان در استفاده قطعه‌های نزد حولگی خویش توجه زیاد روانه کرده از این حساب در به گشتن سطح روزگارشان زمینه واقعی فراهم می‌آورند. در نزد حولگی 13 سوتق زمین هستم. من هر سال از همین زمین زیاده از 400-500 کیلو کارتشکا، پامیدور الوهیده، بلگاری الوهیده، خلاصه همه سبزوات را از حساب خود همه خانم بر زندگی خودمون استفاده و هر سال از همین زمین خودمون همیشه محرکت میکنیم که خواجگی خود را نه اینکه از بازار از خود خانه دهقانی خودمون استفاده میبریم. ساکنان مهنت دوستی حدود شهر همساله از این قطعه‌های زمینی در اختیار داشتهشان حاصل فراوان محصولات گوناگون کشاورزی را به دست می‌آورند. با استفاده از تجربه چندین ساله کار خواجگیداران در نزد حولی‌های خویش گرمخانه بنیاد کردند که به خاطر گرفتن حاصل در همه فصل‌های سال نگرانیده شده است. طور مشاهده گردید امروز همه ساکنان این منطقه نقطه مهم را به خوبی درک کرده قطعه‌های در اختیار داشتهشان را پرمحصول استفاده می‌برند. عین زمان از زمین‌های نزد حولگی ساکنان پامیدور، بادرین، قلمفور شیرین و تیز، کارتوشکا، پیاز و دیگر انواع کشاورزی پرورش کرده محصول دسترنج خویش را پیشنهاد ساکنان می‌گردانند. ساکنان شهر لیوکند زمین‌های نزد حولگیمون ثمرناک استفاده می‌بریم. عین حال ما در زمین‌های نزد حولگی قلفینای، کارتوشکا و سرپیاز اشکیش کرده ایم که خیلی این برای بهتر و خوبتر نمودن زندگی ما میباشه. مدنیت استفاده درست زمین قریب که در همه ساکنان جماعت‌های دهات شهر مشاهده گردیده تمام نمود زراعت و سبزوات کشاورزی به طور خاصه کشت کرده شده نشو و نمای خوب گرفتند. بهر مهنت پرثمر و نقشگذاری ساکنان شهر لیوکند از جانب مقامات محلی دستگیری‌ها در سمت تامین آب فلزی و دسترسی با تخم‌های خوش‌صفت و سرحاصل دلخواه محصولات ظاهر می‌گردد که به چنین نتیجه‌های نظررس مهنتی نائل گردیدند. خواجگیداران شهر لیوکند پی عملی نمودن دستور و هدایت‌های منفعت بخش حکومت مملکت اهلانه مهنت کرده به این وسیله در تامین امنیت عضوخواری ساکنان سهم مناسب می‌گذارند.